خب سلام بر شما و خوش آمدید به قسمت دیگر و ما در سومین لابرنتی جایزه رسیدیم. جزیره نه جایزه. خب و بهتر است که ما به بالا می رویم برای گذشتن او. ما می توانیم حتما او را بکشیم و این اسکلتی که کمی قدرتمندتر و بهتر است که من او هم گذاشتم. خب و اینجا بسیار سخت‌تر از دومین و بهتر بود که من سعی نکردم که آنون روی که به حرکت رساندم. پس این بسیار کار احمقانه من. ما باید احتیاط کنیم از چشمان پران همین این جبه های افتاده. خب این فکر بد این فکر بهتر بود که دشمن خطرناک است. و حمله او که قابل مسدود نیست. پس سخت‌تر است که بهتر بودی که ما پایین‌تر از او و حتما بهتر بود که ما حسرت او از او نگرفتیم. متاسفانه ما گرفتیم. خب اینجایی که ما نمیخواهیم داشته باشیم و ما میتوانیم خب مثل من میگفتم این ضرورت نیست که ما خب جادوگری پران استفاده کنیم. من میخوام او رو بکشم که حتما من میخوام تجربه که من از او میگیرم. خب خوب کردیم داریم به حرکت رسون. تلاف جادوگری می باشد. از ما در بیرون باید که روبرو داشته باشیم با این شوالیه، با این بهادر. سخت نیست. این جایزه، این کلید بسیار یک جایزه هدیه سکسی نمی باشد، اما چیزی که لازم است حتما. و شاید درون آن چیست توی هیکل یا مجسمه که بوتر جادوگری می باشد، اما من نمیدونم قطعا و نمیخواستم از جادوگری لازم برای جادوگری پران نمیخواستم از آن استفاده کنم. سلاشور بسیارند در اینجا. شاید این جای درست نیست برای پیشرفت ما حاضر. شاید بهتر بود که من به دست راست رفتم، اما من با تصمیم گیری من خب اینجا خب میدونم این چیست. میبینید که ما باید با آنان رفتاری کنیم. در زمانی که ما سعی کنیم از اینجا فرار کنیم. ما باید بپریم. No, I'm still playing, honey.
و ما حال حاضر ادامه میتیم. این شاید بهتر بودی که این انتخاب نکردم و به سمت دیگر، سمت راست، نمیدونم. یا من میخوابی که اول خب من گفتم که من از فکر بعد تبدیل میکنم و با فکرم با این چیز انتخاب من حمایت میکنم، اما در این وضعیت که ظاهرانه که فکرم، تفکر، افکار من تبدیل کردم. کم میمان هستم. خوب خیلی دیگر و نه برد دیگر با شوالیه سلحشور سرخ مشکل نیست. من فکر میکنم من به جای خوب میروم. شوالیه آبی بدترین از آنان می باشد، چون که حتما از شمشیر خودش می اندازد، حسارت بزرگ ایجاد می کند. و ما نمی توانیم او رای که حسارت ایجاد کنیم. خوشبختانه سرمایه اینجا گرفتیم. کاش که در داخل آن هیکل چیز داشت. بوتر سرخ لازم است حاضر، که من نمیخوام دوباره زندگی ما از دست بدهیم. بهتر است که ما با بلا می رویم. خب به زودی. خب که من بعد از کمی که برمیگردم. نه ما خب ولش کو. این قصد من که برمیگردم به آغاز این جا، اما من فکر نمی کنم که من میتوانم حاضر، چون که دور از ما و همین جادوگری کافی در دست نداریم برای این کار. او بد می باشد اگر ما باید با یکی از زهردار آبی نبرد کنیم. این خوب بود و بسیار خوب. پس خوب شد، اما من فکر نمی کنم که ما شانس مایی که خوب بماند. اما میدونم که اینطور نیست. ما نمیتوانیم او را میگذاریم، اما من میدونم این جای روی حل نیست. خب روی حل شد، چون که ما پورا شدیم، اما ما نمیتوانیم دیگر دوباره که کاشته شویم. اگر کاشته می شویم ما باید از اینجا دوباره آغاز کنیم. این چیزی که نخواستم رخ بدهد. خوشبختانه این بوتر سرخ مورا پورا کرد. این پایان. نمیدونستم ما اونقدر نزدیک بودیم.
خب در اینجا ما بر ضد یک شوالیه آبی نبرد کنیم. در اول روی اسب است و ما فقط این کار کنیم خوب است. روی سرش میپریم با داونورد تراست ما میتوانیم از اسبش که میاندازیم و این قسمت نبرد سخت نمی باشد. این قسمت سخت ما بسیار حسارت بر ضد او ایجاد کردیم و اگر که او بسیار نزدیک پایان جا می شود، پایان صحنه می شود، ما نمی توانیم او را که ضربه بزنیم. سر انجام به پایان رسیدیم. آنجا خوب است. خوشحال شدم. بسیار خوب. ما 1 2 3 4 5 6 تا ساعت دیگر در بازی است. خب من بسیار خوشحال هستم که شما این را تماشا کردید و من امیدوارم که نوار دیگر من هم تماشا کنید. تا دیگر پیروز باشید. خدا نگهدار.